کمخونی ناشی از کمبود کدام ماده غذایی در بدن انسان است؟ گوشت قرمز. گوشت قرمز خب یک نوع غذاست که خانم شماره 9 کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟ نمیدونم. چراغ شما هم خاموش میشه، بفرمایید بنشینید. خانم شماره 10 همین سوال رو پاسخ بدید. مجلس خبرگان. سلطنت قاجار، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی. 10 همسایگان ایران که به دریای خزر هم راه دارند کیا هستند؟ 2 تا کشور. شوروی که الان نداریم، تموم شده رفته. یه موقعی ما شوروی داشتیم، تموم شد، تقسیم شد، الان جمهوری های زیادی داریم اینجا. 2 تا از اینها همسایه های ایران هستن که به دریای خزر راه دارن. متاسفم 5 ثانیه‌تون تمام شد. یک چراغتون خاموش میشه. خانم شماره 1 همین سوال جواب بدید. روسیه؟ نه. آذربایجان شرقی. چراغ شما هم خاموش میشه. بفرمایید. عربستان و ترکیه. عربستان و ترکیه به دریای خزر راه دارن. چراغ دیگری هم از شما خاموشه. شما بفرمایید بنشینید. خانم شماره 6 رشته کوه آلپ در کدام قاره است؟ هیمالیا. در کدام قاره است خانم؟ تمایل به آزار رساندن به دیگران را چی میگن؟ خانم شماره 6 اذیت و آزار. یه دور دیگه ببخشید. اگر میدونستی چرا زنگ زدید؟ اینو من تو ذهنم. اگر نمیدونستید، اگر میدونستید چرا میگید بخونم. تمایل آزار رساندن به دیگران نامش چیه؟ مردم آزاری؟ نه. یه چراغتون خاموش میشه. کودتای 3 اسفند 1299 را چه کسی اجرا کرد؟ نمیدونم. متشکرم که با این قاطعیت و با صدای بلند گفتید نمیدونم. از کی بپرسم؟ با جای 5. بله؟ 5. خانم شماره 5 بفرمایید. شهید مدرس. کودتا کردن. شهید مدرس کودتا کردن. میرزای شیرازی. متاسفم.